حکایه ها دم یارد که یک جوان دستش خشک بود، خشک شدگی بود، دستش قاق شدگی بود. از او پرسان کردند چرا دستی تو خشک است؟ گفت این یک قصه دارد، بسیار قصه علم آوری هست. گفتم برای ما حکایت کن. گفت وقتی پدر و مادر من از دنیا گذشت، شب مادرم خواب دیدم که در دست مادرم یک دنبه گوسفند بود و آب می گفت. کسی به او آب نمی داد. وقتی تشنگی بر بالای او غلبه می کرد، در حال همون دنبه گوسفند را یک زبانش می برآورد و می لیشت. نگاه کردم، دلم به مادرم بسیار سوخت. به پدرم نظر کردم، پدرم از آب سرشار است. هیچ گرسنگی و تشنگی بالای پدرم نیست. گفتم پدر عزیز، مادرم در یک حالتی خیلی ناخوبی هست، چی خوب می شود در یک ظرف برای من آب دهی تا که به مادرم تسلیم کنم. پدرش می گوید یک ظرف داد پر از آب در دست من دادن، این در عالم خواب است. خوابم حقیقت دارد. می گوید در دستم ظرف آب گرفتم، نزد مادرم آمدم، به مادرم دادم، مادرم نوشید. برابر نوشیدن صدای آمد که کیست آن شخصی که با این زنی بخیل آب داده است؟ این زنی بود در دنیا که مالدار بود، ثروتدار بود، به کسی چیزی نمیداد بجز همین دنبه گوسفند در یک مسکین صدقه کرده بود که امروز در دست او ما دادیم. کیست آن شخصی که با این مادر بخیل آب داد؟ میگوید من صدا دادم که من هستم، فرزند او هستم. صدای آمد که پروردگار را دستی تر خشک بگرداند. بیدار شدم، دستی من خشک است. تا حال دستی من خشک است، یعنی دستی من تا روز قیامت فکر میکنم که صحت نمی شود، زیرا دعای ملائکه در حق من بود. برای کی؟ برای آدمی که بخیل باشد. دوست می‌دارم که امروز برادرایی که ثروت دارند، مال دارند، مسکین ها را یاردم کنین، مسجد ها را یاردم کنین، عالم ها را یاردم کنین، طالب علم ها را یاردم کنین. انشاءالله این فخر هم دنیا و هم قیامت شماست. با پول داشتن و با مال داشتن ننازین که خداوند با مال و پول شما را نظر نمی کند، مگر عمل و دل شما را نظر می کند. عزیزان ما و شما با دنیا محبت نداشتند، با دنیا اینقدر حریص نبودند. عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز که ایره عمر ثانی میگویند، نبیره های حضرت عمر است که یک زمان خلافت کردگی هست، یا حکایه میارد. میگوید همین عمر ابن عبدالعزیز